اگر از مسیر زندگی خود منحرف شویم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر فرد پذیرا باشد و سعی کند به قلب خود گوش دهد، راهی به سوی مقصد واقعی خود خواهد یافت. زیرا در واقع هیچ کس گم شده نیست. امروز صبح ایمیلی دریافت کردم که در آن پرسیده شده بود اگر کسی یا فردی که میشناسید از مسیر روحانی خود منحرف شده باشد و خودش نیز در حال حاضر در این شرایط است و احساس وحشتناکی دارد، آیا روحش رنج میبرد؟ یعنی نه به این معنا که روح بیمار می شود، اما روح متوجه می شود که در مسیری که باید باشد نیست. این موضوع می تواند تأثیراتی بر آینده و حتی تجسدهای بعدی داشته باشد. روح می داند که این انحراف پیامدهایی دارد و همچنین می فهمد که این همان چیزی نیست که در اصل می خواسته. روح مدام تلاش می کند با ارسال نشانه هایی به فرد بفهماند که از برنامه روحانی خود خارج شده است. زیرا روح و انسان روی زمین از یکدیگر جدا نیستند. اگر کسی متوجه شود که از مسیر منحرف شده، روح نیز در می‌یابد که این موضوع را فهمیده است. اگر فرد پذیرا باشد و به ندای قلبش گوش دهد، دوباره راهی به سوی مقصد واقعی خود خواهد یافت. زیرا هیچ کس واقعاً گم شده نیست. اما باید گشوده باشیم و گاهی ممکن است این فرایند زمان ببرد. این تغییر یک شبه رخ نمی‌دهد. در بخش اول مثالی درباره کارما زدید. اگر کسی مرتکب قتل شود، آیا بخشی از روح خود را از دست می‌دهد؟ یا حتی با کشتن یا خوردن حیوانات، آیا این موضوع به از دست دادن بخشی از روح مرتبط است؟ تا جایی که می‌دانم بخش‌های روح معمولاً در شرایطی که بار عاطفی شدیدی دارند جدا می‌شوند. یعنی لزوماً هر کس مرتکب قتل شود بخشی از روح خود را از دست نمی‌دهد. از دست دادن بخش‌های روح برای همه در شرایط یکسان اتفاق نمی‌افتد. ممکن است فرد در اثر یک شوک یا حتی به دلیل علاقه شدید به یک مکان خاص بخشی از روح خود را در آنجا باقی بگذارد. این موضوع برای هر کس متفاوت است، اما می‌توان این بخش‌های جدا شده را بازگرداند تا تمام اجزای روح در جایگاه خود قرار گیرند. سوال بعدی این بود: چگونه میتوان این بخش‌های گم شده را یافت و دوباره به روح متصل کرد؟ آیا این کار برای پیشرفت در مسیر روحانی ضروری است؟ وقتی بخشی از روح ما مفقود می شود، در واقع برخی توانایی‌های ذاتی خود را نیز از دست می دهیم. بنابراین بازگرداندن این بخش‌ها مهم است. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. برخی ممکن است به صورت انرژی محل بخش گم شده را ببینند و آن را بازگردانند. برخی ممکن است ارتباط انرژی بین خود و بخش گم شده را احساس کنند. می توان از تیم روحانی و منبع الهی درخواست کرد تا این بخش‌ها را بازگرداند. اما اگر کسی چنین تجربیاتی ندارد، چگونه می تواند متوجه شود که بخشی از روحش جدا شده است؟ پاسخ دقیقی ندارم. شاید با حس ناکامل بودن می توان به این موضوع پی برد. البته روح به عنوان یک کل همیشه کامل است. اما اگر بخشی واقعاً مفقود شده باشد، شاید این حس ناخوشایند ایجاد شود. پس این یعنی بخشی از تو کم است؟
اگر کسی این موضوع را به وضوح درک نمی کرد، چگونه می تواند بخش‌های گم شده روح خود را بازگرداند؟ مثلا اگر فردی یک موقعیت آسیبزا را تجربه کرده و می داند یا احساس می کند چیزی را از دست داده، چه کاری می تواند انجام دهد؟ پیشنهاد من این است که ابتدا سعی کنید شاید بتوانید چیزی را ببینید، حتی اگر معمولاً چنین تصاویری ندارید. گاهی وقتی روی چیزی تمرکز می کنید، ناگهان آن را می بینید. همچنین می توانید از منبع، خدا، کائنات درخواست کمک کنید که برای این کار حتی نیازی به دیدن هم ندارید. علاوه بر این، افرادی هستند که در حوزه انرژی کار می کنند و می توانند در این فرایند به شما کمک کنند. سوال بعدی: وقتی رنج انسان‌ها و حیوانات را می‌بینیم، چگونه با آن کنار بیاییم تا در انرژی منفی غرق نشویم؟ می‌توانید سعی کنید درک کنید، نه اینکه بگویید آن اتفاق خوب است، بلکه بپذیرید که افرادی که کارهای بد انجام می‌دهند واقعاً نمی‌توانند رفتار دیگری داشته باشند. این به معنای تایید اعمالشان نیست، فقط پذیرش این واقعیت است که آنها در آن شرایط راه دیگری ندارند. اگر احساس خشم می کنید، می توانید از این خشم به شکل مثبت استفاده کنید. خشم لزوماً چیز بدی نیست. می توانید آن را به شیوهی بی‌ضرر بیرون بریزید تا در ناخودآگاه شما باقی نماند. این کار به شما کمک می کند راحت‌تر بپذیرید که اگرچه این اتفاقات را تایید نمی کنید، اما شما مقصر آنها نیستید و در حال حاضر نمی توانید برخی چیزها را تغییر دهید. درک این واقعیت که بسیاری از وقایع جهان خارج از کنترل ماست ممکن است سخت باشد، به خصوص وقتی از نظر عاطفی درگیر هستید. اما تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بگوییم ما این را نمی خواهیم و این پیام را به جهان روحانی منتقل کنیم تا نیروهای نور از آن آگاه شوند. نکته مهمی که اشاره کردید این است که باید این موضوعات را به جهان روحانی گزارش دهیم. زیرا برخلاف نیروهای تاریکی، نیروهای نور به قوانین جهانی احترام می‌گذارند و بدون درخواست صریح ما نمی‌توانند دخالت کنند. به همین دلیل ابراز خواست ما بسیار حیاتی است. جالب است بدانید که حتی پلیس کیهانی و فدراسیون کهکشانی نیز بخش‌هایی دارند که مسئول چنین مواردی هستند. من شخصاً وقتی با چنین مسائلی مواجه می‌شوم، آنها را به پلیس روحانی گزارش می‌دهم. راستی، تو هم گاهی این کار را می‌کنی؟ خیلی خوب است که بالاخره یک پلیس پیدا شده که واقعاً دوست داشتنی است.